پروژه تلفریکا چای زاوا یکش پروژه هپی پارک یک و درجه پیدانه جمعه که پروژه یو بی هولدینگ الپارزگاه دو که کوبری پروژه هپی پارک از خواهد یا وکرنو هپی پارک خبات و اوتل رکسوس و ابرکجی هپی پارک دو آنکو تلفریکا هپی پارک دو پروژه درجه یا 3500 متر بلنده های 500 متر 26 کابینا پکتن هر کابینه تشان دای 8 گشتیارن پلگیدش کوش ویزگاه ها اکیب گهینت ویزگاه ها دو ماهی کل ناف باغچا السريت جای زاوا که هوا دیتی چاف که کامیرا و کو چند پروژه وری هادن درس کنه و کو خارنگه و کو کافی و کو مارکت گل نافورا کا سماکرد گل دنگ موزیکی و گل او شلالین آوه اما قناغا اکی یا پروژه قناغا دویه ملبرک و خارنگی هدی بهنه وکرن ملوانگه بهنه وکرن ملبره موتل و اوتل بهنه وکرن اتقوناغا دویدا دیگل هندک یارینگی هدی تریت برفرهتر کو همی بهندن کبنت خدمت خلق مدل پارزگاه دو که و ریه کی گشتیاری بدت پارزگاه ببیته ریکک بو سنچ راکشان گشتیان باشور عراق و نوراس عراق و تناد حتی دولت دور بر عراقی جی. و قناغایی که وقتی گویی کوفگاوی چندین دلیون کاری هنر با گنجین پارزگاه دو که شهر دو رگازا وگاوی کار کن با قناغ دوی که پروژه برفرات لهتن به آن یا خوده بیبدمی اکید دلیون کاری پتر لهند زهت لهن و دلیون هبی بهش تا گنجین دو که بهن الوری کار بکن. امش زاخو هاتین بجارایی که امتن و تلفریکی دا گلک تشتکی جام بیو گلک یعنی راستی روشکا نیدا دهو که باجر دهو که گشتیارا کشت خو یعنی نبسش کردستانه چه بتنش پارزگاه دیت عراق همیه یعنی جنوبی و شواصاتی همی جا گشتیار بین قسطا ویره بکن راستی یعنی منظره کی نیدا دهو که یعنی تشتکی گلک تازه بصراحة أنا جيت اليوم سائح من الموصل وقلنا إنه نجرب هذا الموضوع مال التلفريك طلعنا على جبل زاوية صراحة فشيء جدا جميل والمكان كلش حلو وكلش راقي وأحلى ما بيه إنه النظافة والترتيب حبينا نجرب هاي التجربة المنطقة طبعا تشبه في منطقة اسمها بتركيا جملجة تل الأعراس حبينا هاي المناظر وحبينا هاي الطبيعة الحلوة ونتمنى إنه يكون هكذا مشاريع تصير في مدينة الموصل وبكل العراق إن شاء الله.